سلام، خیلی خوش اومدین به یه ویدیو جدید دیگه. میخوایم بریم بخش دوم فصل 6 رو با هم دیگه ببینیم، بنویسیم یا هرچی بخونیم. امیدوارم که خوب باشه. مرسی، بزنید بریم. خیلی خوب، برای شروع ما میخوایم انرژی پتانسیلمون رو توی یه رسانه به دست بیاریم. اون که مساوی بود 1/2 سامیشن آی از 1 تا n فای آی کیو آی. میدونیم فای آی هم سامیشن یه ضریبی از چیزه، این کیوه. ما اینجا ضریب پتانسیل اینو در نظر میگیریم، پی رو، و پی آی جی ضریب پتانسیل سامیشن جی از 1 تا n پی آی جی کیو جی. خب حالا اینو جای فای جایگذاری میکنیم، پس یومون میشه 1/2 سامیشن آی از 1 تا n سامیشن جی از 1 تا n پی آی جی کیو آی کیو جی. حالا این پی 3 تا شرط داره. یکی این که پی آی جی مساوی با پی جی آی، یه دونش هم پی آی جی همیشه مثبته و یکی دیگه هم پی آی آی بزرگتر از پی آی جیه. حالا این سه تا رو من الان اثباتم میکنم. خب ما اینجا رسانه ها رو کشیدیم، رسانه 1 2 3 و n که بار Q1 Q2 Q3 و Qn روشون هستش. برای اثبات 1 ما یه دونه رسانه K هم اضافه میکنیم که با بار QK هم روشه. اینو بهش دی QK به این کار اضافه میکنیم. این توی دی یو یه تأثیر ایجاد میکنه دیگه. میایم اینو الان اثبات میکنیم، میگیم دی یو مساوی با 1/2 اون دوتا سامیشن ها پی آی جی از اون کیو ها دی بعد بگیریم دیگه، روند میشه روند کیو آی به روند کیو کا به اضافه روند کیو جی بر روند کیو کا در دی کیو کا. این روند کیو آی به روند کیو کای، این آی و کای به ما دلتای آی کا رو میده، یا این یکی هم دلتای جی و کا رو بهمون میده، جی و کی. خب حالا دلتا ها چی کار میکنه؟ دلتای آی کا به جای هرچی آی کی میذاره، کی میذاره و اون یکی هم به جای هرچی جی کی میذاره. حالا میریم به جای حالا میریم چیز میکنیم دیگه. الان دلتای آی کی اینو میخوایم بنویسیم، میشه 1/2 سامیشن اون آیه دیگه چیز میشه، میره فقط جی میمونه، سامیشن جی به جای آی کی میذاریم، میشه پی کی جی کیو جی، آره دی کیو کا. برای اون یکی هم به جای به جای جی کی میذاریم، سامیشن آی میمونه 1/2 سامیشن آی پی آی کا کی کیو آی دی کیو کا. این آی و اینا نخودی حساب میشن دیگه. حالا ما میتونیم به جای این آیه مثلا بذاریم جی 1/2 سامیشن جی پی جی کا کیو جی دی کیو کا. یعنی مثلا میتونستیم مثلا اینجا به جای جی بذاریم آی، فرقی نداشت، ولی خب الان مثلا ما اینجوری کردیم. از این نتیجه میگیریم که دی یو مساوی میشه با 1/2 سامیشن جی کیو جی جمع دوتا پی کای جی به اضافه پی جی کا دی کیو کا. قرار بود ثابت کنیم که پی کای جی مساوی با پی جی کای، واسه همین اینجا الان فرض کردیم این دوتا برابر نیست. خب و مدل دیگه که بخوایم چیز کنیم، یه اثبات دیگه ای هم داشته باشیم، ما میگیم فای کای مساوی با سامیشن جی پی کای جی کیو جی. خب و میدونیم که دی یو مساوی اون کاریه که ما واسه گذاشتن اون چیز اضافه کردن دی کیو اینا انجام دادیم، یه کاری انجام دادیم دیگه. پس این فای کای دی کیو کای، دی یو مساوی با اینه. به جای فای کای اینا جایگذاری میکنیم، پس دی یو مساوی سامیشن جی پی کای جی کیو جی دی کیو کا. این دوتا دی یویی که به دست آوردیم و با هم دیگه مساوی میذاریم، سامیشن ها که با هم میونه پی کای جی کیو جی دی کیو کا مساوی با 1/2 کیو جی پی کای جی به اضافه پی جی کا
دی کیو کا. این کیو جی میره، دی کیو کا میره، فقط میمونه 2 تا پی کای جی مساوی با پی کای جی به اضافه پی جی کا که از اینجا نتیجه میگیریم پی کای جی مساوی با پی جی کا. خب برای اثبات دومیه من چون تخته بیشتری نیازه اونو گذاشتم، بعداً اثبات سومیه رو میریم. پی آی بزرگتر مساوی با پی آی جی. میایم رسانه هامونو فرض میکنیم هیچ باری نداره، یعنی اینجوری فرض میشه که فقط بار کیو آی بار داره، این آی بار داره، بقیهشون بار ندارن. این یک، اینم که تا کیو آی، اینجا هم کیو جی، کیو ان. ببخشید این چیز آره دیگه رسانه. حالا اینا چون بار ندارن، یعنی اون قانون گاوسمون بود که دایورژانس دی مساوی با رو مساوی با روه، این الان مساوی با 0 میشه چون روی نداره دیگه، بار آزادی نداریم. خب از این میتونیم نتیجه بگیریم که یا بردارای جابجایی نداریم یا اینکه داریم ورودی و خروجیش با هم برابره. خب پس میایم اینو الان اثبات میکنیم، میگیم چی؟ الان مثلا برای اولیه که انگار نداریم بردار جابجایی نداریم، میگیم مثلا این جیه، بردار جیمون داخل میگم بردار این رسانه جیمون، رسانه بگیم نه الان نمیدونم چی اسم بذارم اون تیکه حالا اون بخش جی داخل یه رسانه آه. خب بعدش میایم چیکار میکنیم؟ این چون داخل یه رسانه است، یعنی میدان داخل رسانه صفره، این یعنی پتانسیل ها با هم دیگه برابره. یعنی الان ما 2 تا پتانسیلمون چیز میشه دیگه داریم، میشه فای آی پی آی کیو آی، یه دونه برای جی فای جی پی آی جی کیو آی. آره کیو آی دیگه. خب بعد از اینجا نتیجه میگیریم که این فای آی با این فای جی برابره، چون گفتیم که پتانسیل ها با هم دیگه برابرن، این دوتا با هم برابرن. از این هم نتیجه میشه که این پی آی مساوی با پی آی جیه. خب حالا اگر این بیرون باشه، یعنی جی بیرون باشه و این آی هم این رسانه هم اینجا باشه که این کیو آی هم داره، که وقتی بیرون باشه یعنی چیز میشه دیگه، این فای آیه از این فای جی بیشتره. خب از این میتونیم نتیجه بگیریم که این کیو هاشون برام برابر بود دیگه، که البته اونم نداشت. میشه چی؟ میشه پی آی بزرگتر از پی آی جی. این پی آی جی هم اونجا اثبات کردیم که با پی جی آی برابره، پس این نتیجه شد که پی آی بزرگتر مساویه با پی آی جی. من یه نکته یادم رفت، یعنی اشتباه تایپی داشتم. اینجا روند کیو آی به روند کیو کا در کیو جی به اضافه روند کیو جی بر روند کیو کا، اینجا هم کیو آیه. این دوتا رو اونجا یادم رفت بنویسم. و یه نکته دیگه هم که بذارید تو این شکله بود که کشیده بودم، این چرا فای آی از فای جی کوچیک بزرگتره؟ واسه اینکه این چیزا، این بردارا از پتانسیل بیشتر به پتانسیل کمتر میره، این واسه اینه. بر بخش دوم که قرار بود ثابت کنیم که این پیامون بزرگتر از صفر مثبته، میایم چیکار میکنیم؟ رسانه هامونو اینجوری فرض میکنیم که حالا اگه اون فقط یه دونه رسانه یک رو داشته باشیم با بار کیو، توی جایی که هست و وی در نظر میگیریم. خب این میشه چی؟ یوش میشه یو یک مساوی با 1/2 پی 1 کیو 2، همون میذاریم توی اون فرمول یو. و اگر حالا ما اون رسانه دوم رو که بار نداره بیاریم به حجم وپریم، این حالا چیزی که براش ایجاد میشه به این حالته که برای دومیه یوش میشه 1/2 پی 1 پریم کیو 2. خب کیو 1 به توان 2 دیگه.
بعد میایم چیکار میکنیم؟ یه حالت دیگه از بخوایم مثلا انرژیاشون رو بنویسیم، یه حالت دیگه هم داریم دیگه، همون که میذاریم تو اون فرمولی که اپسیلون دوم ای به توان انتگرال ای به توان 2 دی وی اونجوری میذاریم. برای هم یو یک مینویسیم هم یو دو که این میشه اپسیلون صفر دوم انتگرال وی به اضافه وی پریم. این محیطی که هستش دیگه، وی به اضافه وی پریم، واسه همین اینجا جمع میذاریم. این یک به توان 2 دی وی مساویه با، به جای ای یک ما میتونیم بذاریم گرادیان فای دیگه، گرادیان فای یک منهاش هم که سر به توان 2 میره. برای یو دو هم همون فرمول رو میذاریم با این تفاوت که این چیزی که هست توی و پریمه، یعنی ببخشید توی ویه. خب واسه همین انتگرالمون توی ویه و همین این میدونین چجوریه؟ الان مثلا یکه این وی به اضافه این یه تیکه است، خب ولی برای دومیه فقط اینجاست. بعد دیگه آره اینم دوباره میذاریم گرادیان فای 2 به توان 2. حالا میایم چیکار میکنیم؟ دوتا رو از همدیگه کم میکنیم، یو یک و منهای یو دو میکنیم که بیایم از اپسیلون صفر دومش فاکتور بگیریم، یه دونه این عبارت رو میده، یه دونه این عبارت، یعنی همون رو از هم کم کنیم اینجوری میشه. بر یکی گرادیان ویش، یه دونه هم گرادیان و پریم دیگه، اینا رو جمع میکنیم یه دونه بهمون میده گرادیان بر حسب و پریم انتگرال بر حسب و پریم گرادیان فای یک به توان 2 دی وی و به اضافه توی انتگرال بر حسب وی گرادیان فای یک به توان 2 منهای گرادیان فای 2 به توان 2 دی وی. خب این مثبته، ما نمیدونیم این الان مثبته یا نه، میخوایم اینو بررسی کنیم و باید مثبت بشه، میایم اون رو بررسی میکنیم. اون رابطمون چجور شکل میگیره؟ این هم گرادیان فای یک به توان 2 منهای گرادیان فای 2، میخوایم اینو بسازیم. این میگیم چی؟ گرادیان فای یک منهای گرادیان فای 2 به توان 2. خب این اگر اینو به توان 2 برسونیم این میشه گرادیان فای 1 2 به اضافه گرادیان فای 2 2 منهای 2 تا گرادیان فای 1 دات گرادیان فای 2 دیگه. یکی باید این حذف شه، یکی هم باید این منها باشه. پس چیکار میکنیم؟ یه دونه منهای 2 تا گرادیان فای 2 به توان 2 به اضافه 2 تا گرادیان فای 1 دات گرادیان فای 2، اینا هم به جمله‌مون اضافه میکنیم که وقتی اینا رو با هم دیگه جمع کنیم این ساخته بشه. خیلی خب میریم ادامه. از 2 تا گرادیان فای 2 میایم فاکتور میگیریم که میشه چی؟ این قسمت ها برای اینجا از این میایم 2 تا گرادیان فای 2 فاکتور میگیریم، میشه گرادیان 2 تا گرادیان فای 2 در گرادیان فای 1 منهای گرادیان فای 2. این همون چیه؟ این اگر از گرادیانش هم فاکتور بگیریم این فای 1 منهای فای 2 که همون میشه دلتا فای. پس میشه چی؟ 2 تا گرادیان فای 2 دات گرادیان دلتا فای. خب توی ادامه میایم ازش انتگرال میگیریم. ما اونجا یه انتگرال بر حسب وی داشت دیگه، اگر بیایم از این انتگرال بگیریم میشه 2 تا انتگرال گرادیان فای 2 دات گرادیان دلتا فای دی وی. این یه فرمول داره که توی فصل اولین با این فرمول آشنا شده بودیم که گرادیان فای 2 دات گرادیان دلتا فای میشه، فرمولش میشه این گرادیان فای 2 گرادیان دات فای 2 گرادیان دلتا فای منهای فای 2 گرادیان 2 دلتا فای. حالا میایم این دوتا رو جایگذاری میکنیم جای این که میشه چی؟ این دو هنوز سرجاشه، این انتگرال وی گرادیان دات فای 2 گرادیان دلتا فای منهای انتگرال بر حسب وی فای 2 گرادیان 2 دلتا فای دی وی. این ما میدونیم که گرادیان گرادیان 2 فای صفر بود دیگه. خب برای چیزاش هم همین صدق میکنه، یعنی برای دلتا فای هم صدق میکنه، پس این صفره. حالا باید بررسی کنیم آیا این صفر هست یا نه. میریم الان اینو بررسی کنیم که اگر این صفر شه یا مثبت شه جواب به دست میاد دیگه.
ادامه میایم چیکار میکنیم؟ اونو دایورجانس میزنیم، همون قضیه دی وی رو به سطح تبدیل میکنیم که اینجا 2 تا سطح داریم، یه دونه S1 و S2 که میشه چی؟ 2 تا گرادیان انتگرال S1 فای 2 گرادیان دلتا فای دات دی ای به اضافه انتگرال S2 فای 2 گرادیان دلتا فای دات دی ای. بعد چیکار کردیم؟ این از این فای 2 میاد، این فای 2 میاد بیرون، اینا هم که همشون چیزن، سطح بستن. این صفر میشه گرادیان فای. چرا گرادیان فای صفر میشه؟ چون تو سطح 1، چون جفت اون فایا میدونیم که این فرمول قانون گاوس بود که کیو بر اپسیلون صفر، جفت کیو ها یکیه، پس منهاشون صفر میکنه. این هم که جفت چیزا صفره، یعنی صفر منهای صفر میشه صفر، پس این معادلمون هم صفر میشه. از این نتیجه میگیریم که اون صفر شد، یعنی این صفر شد، این هم که صفر شد. بعد پس نتیجه میشه که جملات مثبتمون، جمله مثبتمون، یعنی این مثبتمون با اون مثبتمون، پس جملاتمون مثبته، بزرگتر از صفره. این یعنی از این میتونیم حالا نتیجه هم بگیریم که یو یکمون بزرگتر از یو دو میمونه، پس پی یک یکمون بزرگتر از پی یک یک پی میمونه. اینجا ثابت شد که این پی ها کلا مثبتن، دیدیم که این مثبت بود، اونم مثبت، در نتیجه اینا بزرگتر از صفره. حالا میریم برای ادامه. این هم فرمول فایمون بود که سامیشن پی آی جی کیو جی. اینو اگه بخوام به صورت ماتریسی بنویسیم به این شکل میشه که از فای 1 تا فای n، پیش هم از پی 1 تا پی n و کیو هم از کیو 1 تا کیو n. خب ما حالا بخوایم چیز کنیم، اینو معکوس بنویسیم، یعنی اینو ضرب در یک بر دترمینانش بود فکر کنم میکنیم که مثلا کیو تکش اینو ضرب در یک بر این، اگه آ بود آ به توان منهای 1 بود اندازه اون دترمینانش، قضیه اونه. معکوسش میشه کیو جی مساوی با سامیشن سی آی جی فای جی. این میشه ظرفیت سیستممون که معکوس اونه. بخوایم حالا این کیویی که به دست آوردیم و تو فرمول یو بذاریم، یو اون بود 1/2 سامیشن کیو آی فای آی دیگه، به جای این کیو بذاریم این سامیشن سی آی جی فای جی، میشه چی؟ میشه 1/2 سامیشن آی از 1 تا n سامیشن جی از 1 تا n سی آی جی فای آی فای جی. این با همین چیز هم مساویه دیگه، 1/2 سامیشن آی سامیشن جی پی آی جی کیو آی کیو جی، این دوتا با هم دیگه برابر. خیلی خب میریم یه بحث دیگه. ما اینجا این رسانه ها رو فرض میکنیم رسانه های 1 و 2 دارای بارن، بعد اینا یه جوری همدیگر هم پوشانی میکنن که اگر این کار نکنن این پتانسیلشون چیز میشه، اسمش چی بود؟ به همدیگه ربط پیدا نمیکنه، مثلا مستقل نمیشه. بر همین اینا که همپوشانی دارن، یعنی جوریه که همپوشانی دارن، پس شکلش این میشه که Q2 داخل Q1، خب سیستم 2 داخل سیستم 1 که بار سیستم 2 منفی Q، بار سیستم 1 مون Q. بخوایم فای هاشو بنویسیم، فای 1 میشه پی 1 1 Q به اضافه پی 1 2 منهای Q، و فای 2 مون میشه پی 2 2 منهای Q به اضافه پی 2 1 Q. بیایم از این دلتا فای بگیریم، فای 1 منهای فای 2، از یه دونه Q فاکتور میگیرم، میشه پی 1 1 به اضافه پی 2 2 منهای 2 تا پی 1 2 که ما اینجا یه سی معرفی میکنیم که ظرفیت چیز میگفتن، چی بود؟ اسمشو یادم رفته، حالا میگم ظرفیت نمیدونم چی بایستیم. حالا در هر صورت این فرمولش اینه که Q تقسیم بر دلتا فایه، C مساوی با Q تقسیم بر دلتا فای، که اگر بخوایم چیز کنیم این میشه C مساوی با 1 بر پی 1 1 به اضافه پی 2 2 منهای پی 2 تا پی 1 2. این همون چیزه C.
این حالا 3 خاصیت داره، اینکه CIJ با CJI برابره، ضریب خود ظرفیتش یعنی CII بزرگتر از 0 و ضریب ظرفیت القاییش یعنی CIJ کوچکتر از 0. خب این از این. بریم ادامه. خب ما از اینجا نتیجه گرفتیم که U مساوی با 1/2 C دلتا فای 2 که این هم فای 1 منهای فای 2 به توان 2. یه فرمول دیگه از U مونه. میریم یه بحث دیگه، میگیم چی؟ کارمون دی وی مون میشه F دات دی آر، این همون Fx dx به اضافه Fy دی وای به اضافه Fz دی زده. این مساوی چیه؟ منفی دی یو. حالا بخوایم اینا رو چیز کنیم، بنویسیم Fx و اینا رو. این برای اینو یادم رفت، این برای یه سیستم منزوی است که کیو هاشون ثابته. خب بعد الان نیروی اون سیستم منزوی که اصلا از Q1 Q2 تا QN، خب که سیستم 1 سیستم 2 این Q هاشون ثابته دیگه. پس این اینجوری نوشته میشه که Fx مون مساوی با منفی روند U به روند X وقتی Q ثابته. این پرانتزی که میذارم و اینجا Q میذارم این Q ثابته. Fy مساوی با منفی روند U به روند Y در Q ثابت و Fz هم همینطور روند Z Q ثابت. حالا اگر فرض کنیم این در میچرخه به ما یه تای میده که تا و تتا میاد توی داستان، پس دی ویمون میشه تا دات دی تتا که این مساوی با دی منفی دی یو. این هم به همون صورته که تا x مساویه با منفی روند u به روند x وقتی q ثابته. برای y و zش هم همینطور. حالا بخوایم فرض کنیم که چیز شه، این سیستممون دیگه چیز Q ثابت نداشته باشه، یعنی چیز فای ثابت این سری داشته باشه و یه باتری انگار وصل باشه. میشه چی؟ میشه این دی وی باتری، این کاری که باتری انجام میده به اضافه این دی وی خودمون به اضافه دی یو. خب دی وی همونیه بود که اف ایکس دی ایکس به اضافه بقیه داستانا. امیدوارم این تو کادر باشه. خب بعدش کجا بودیم؟ آها، این دی یو هم میبریم میشه دی وی باتری، میشه دی وی باتری منهای دی یو که اینجا یه چیزم بگیم که یو مساوی با 1/2 فای آی کیو آی که ازش دی بگیریم، هم دیو بگیریم میشه دی یو 1/2 سامیشن آی فای آی دی کیو آی. برای باتری هم دی وی باتری میشه سامیشن آی فای آی دی کیو آی. این دوتا رو میذاریم اینجا، یعنی از همدیگه که کم کنیم نتیجه میگیریم که دی وی مساوی با دی یو. اینجا هم بخوایم مثل همون داستان توی فای ثابت اینا رو به دست بیاریم، میگیم اف ایکس روند یو به روند ایکس توی فای ثابت. فکر کنم منفی شو، نه این منفی نه. و برای وای زد هم همینطور، اگرم به چرخه و داستان داشته باشه این میشه تا روند یو به روند تتا توی فای ثابت. خیلی ممنونم تا اینجای ویدیو من تماشا کردین. باز اگه کم کاسی چیزی داشت ببخشید. اگر نکته چیزی مد نظر داشتین واسه تکمیل ویدیو یا اینکه یه چیزی رو جا انداختم و نمیدونستم و اینا، ممنون میشم بهم کمک کنین و سوالی چیزی هم داشتین بپرسید، اگه بلد باشم حتما یه کمکی میکنم یا نظری میدم. خیلی ممنونم. خدافظ.